سلام. خب این اولین ویدیوی یوتیوب منه. خیلی آماتورم، امروز نمیدونم که چیا میخوام بگم چیا نمیخوام بگم. فقط الان امروز یه معرفی از خودم بهتون میگم و اینکه تو فکرم اینه که چه اطلاعاتی رو باهاتون در میون بذارم و در مورد چی باهاتون صحبت کنم. من مروام، اسمم مرواست، مروارید نیست. مروا به معنی خبر خوش، فالنی که اسم کاملا فارسیه و همینم خیلی تاکید دارم که همه اسممو درست بگن چون خیلی دوستش دارم. تقریبا الان 5 ساله که مهاجرت کردم اسپانیا، مادرید زندگی میکنم. اول تحصیلی اومدم، مستر مارکت. البته تو ایران من هنر خونده بودم، هیچ اطلاعاتی از مارکتینگ و اینا نداشتم و حالا تعریف میکنم که چی شد اومدم مارکتینگ و چه اتفاقاتی افتاد که اصلا من شدم یه دیجیتال مارکتر. الان یه دیجیتال مارکتر هستم و توی اسپانیا شروع به کار کردم. اول مسترمو گرفتم، بعدم شروع کردم اینترنشیپ و کارهای مختلف و الانم سم منیجرم توی شرکتی، PPC منیجر و سم منیجر. پوزیشنم اینه. سئو و سم کار میکنم و دیجیتال مارکترم، در واقع یعنی اسپشیالیست دیجیتال مارکتینگم، ولی بیشتر توی سم منیجر، سم و سئو PPC کار میکنم، پیج کمپین کار میکنم، کارهای اینجوری. و خب حالا غیر از این که دوست دارم که در مورد کارم و اینکه چی کار میکنم، چه واقعا اسپشیالیتی نیاز داریم برای این کارها، بیشتر از همه داخلی داشتم با آدم ها صحبت میکنم، با دوستام، با بچه هایی که ایرانم، بچه هایی که این ورن و همه اینها متوجه شدم که آدم ها خیلی مخصوصا تو ایران لینکدین رو نمیشناسن، نمیدونن چه پتانسیالایی داره و چه جوری میشه ازش استفاده کرد. من نمیدونم کجا رو دارم نگاه میکنم تو دوربین. بچه‌ها من خیلی آماتورم توی زمینه، با اینکه کارم هم دیجیتال مارکتینگه، ولی اینکه از خودم فیلم و عکس بذارم خیلی کم. یعنی بیشتر عکس میذارم اینجا، هم توی اینستاگرام میبینید فقط عکس هست، هیچ استوری خودم که صحبت میکنم و اینا نداره. ببخشید که انقدر پراکنده صحبت میکنم دیگه، ببخشید به بزرگی خودتون. و اینکه دوست دارم که به آدما کمک کنم، چون متوجه شدم که اصلا از لینکدین خبر ندارن و نمیدونن چجوری میتونن یه صفحه لینکدین خیلی پتانسیال داری داشته باشن. نمیدونن چجوری میتونن ازش استفاده کنن و حتی میشه کار پیدا کرد، مخصوصا بچه هایی که توی حالا مارکتینگ کار میکنن، توی کارهای برنامه نویسی یا کارهایی که میشه دورکاری کرد، که خیلی راحت میتونن، خیلی راحت و حالا ولی واقعا خیلی راحت تر از آدم های دیگه حداقل میتونن کار خارج از ایران پیدا کنن و درآمد دلاری. حالا حتی اگه شرکت ها اسپانسر ویزاشون نشن، ولی اگه با یه پیپل که شما از یه دوستی آشنایی که الان دیگه همه یه خانواده یه دوستی آشنایی دارن که ببخشید بیرون از ایرانن، یه اکانت پیپل اگه داشته باشید میتونید با شرکت های دیگه کار کنید و خب خیلی 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 چیز میشه، جذاب میشه این قضیه. و یه چیز دیگه که باز هست این که بچه ها، با من رزومه آدم ها رو که میبینم که وای چه اوضاع خرابیه، یعنی رزومه ها واقعا بده، ادیت نداره، اون برای اینکه ربات ها بتونن بخونن رزومه ها اوکی نشده. خیلی خیلی چیزا هست که شما وقتی دنبال کار میگردین و میخواین که کار پیدا کنین، حالا چه داخل ایران باشین چه خارج ایران، به نظر من خیلی براتون مهمه که اینا رو بدونید و استفاده بکنید و واقعا توی اون جستجوی کار به کارتون میاد و کمکتون میکنه.
حالا میگم از رزومه نوشتن، از لینکدینتون، از اینکه هر کشوری برای خودش یه پورتال جاب آفر داره، اونا رو بتونین به توش مثلا وارد بشین، بگردین پیدا کنین، وارد بشین و تو براشون رزومه بفرستین. حالا مثلا توی اسپانیا اینفو جابه، توی آلمان زینگه، هست خیلی کشورهای مختلف جاب پورتال‌های مختلف دارن غیر از لینکدین که خوبه که آدم بدونه چجوری کار میکنه و رزومش رو بابت هر کدومشون آپلود کنه، یعنی ادیت کنه. بعد و خب بعد دوباره وقتی اگر که جاب آفر اگر که اینترویو گرفتین چجوری بتونین تو اینترویو خوب باشین. کلی نکته داره، من ساعت ها وقت گذاشتم، ویدیوهای مختلف دیدم، برای هر اینترویو کلی تجربه کسب کردم. بعد از هر اینترویو من یه اکسلی دارم که توش میذارم که با کیا اینترویو کردم، چون یه مدتی فریلنس کار میکردم و خب با شرکت خیلی زیادی صحبت کردم و برای گرفتن جاب خیلی اینترویو داشتم و کلا هم جاب پیدا کردن تو اسپانیا خیلی سخته. شما خیلی اینترویو برین تا بتونین یه جاب آفر خوب بگیرین. جاب آفرهای عادی هست ولی برای جاب آفر خوب باید واقعا وقت و زمان بذارین که بتونین مثلا هم رزومتون رو بابت هر جابی ادیت کنین، اینترویو رو چیکار کنین، خیلی خیلی چیزها هست. برای همین تصمیم گرفتم که ویدیوهای یوتیوب درست کنم و توش به آدما بگم، از تجربیاتم بگم که چجوری میتونن کار پیدا کنن، چجوری حتی اینکه اصلا این راهی که داری میری راه اشتباهیه. من خودم 6 ماه اولی که رسیده بودم اینجا دنبال کار دانشجویی اینترنشیپ میگشتم، چون مستر ما، حالا در مورد مستر بیشتر صحبت میکنم، و مستر ما یکی از واحدایی که داشت، یعنی واحد آخری که داشت غیر از پایان نامه واحد اینترنشیپ بود و شما باید میرفتین توی که شرکتی اینترنشیپ پیدا میکردین، 150 ساعت پر میکردین که بهتون مدرکتون رو بدن. و خب برای ماها که خارجی بودیم و زبان اسپانیایی صحبت نمی‌کردیم، انگلیسی اون موقع صحبت می‌کردم فقط، خیلی خیلی سخت بود اینترنشیپ پیدا کردن و بتونم با آدما مثلا برم اینترنشیپ پیدا کنم و کار دانشجویی پیدا کنم. و بعد تازه این همه سختی متوجه شدم که من 6 ماه داشتم مثلا رزومه‌ای که خیلی بد بود و رزومه‌ای که با اینکه شکل و شمایل خیلی خوبی داشت ولی هیچی رو به اون آدمی که ریکروتری که داشت رزومه من نگاه میکرد نمیرسوند رو هی باش اپلای میکردم و من میگفتم چرا من هیچ آفری نمیگیرم، چرا من هیچ اینترویوی نمیگیرم، و اینکه همکلاسی های من دارن اینترویو میگیرن. و همش هم میذاشتم پایین که نه ما ایرانی هستیم حتما و به خاطر اینا میبینم ما ایران اومدیم اینجوری میکنن، ولی واقعا اینا نبود. یعنی این خیلی مخصوصا توی کشوری مثل اسپانیا واقعا من کم دیدم نجات پرستی و اینجوری سلکت کردم واقعا بر اساس قابلیت هاته و بر اساس خیلی حالا چیزهای مختلفی هست که شما داری انجام میدی و اون ریکروتر میبینه که انجامش دادی یا ندادی و بر اساس اون باهات اینترویو میکنه. حالا دیگه همینا دیگه هست، کلی چیز هست که باید باش در موردش صحبت بکنیم. من فعلا این ویدیو رو آپلود میکنم که ببینم چه جوریه. میدونم که خیلی هم احتمالاً بازدید دید نداره چون واقعا هیچ کانالی ندارم که باهاش پروموتش کنم این ویدیو رو، ولی اگر که ویدیو منو دیدین و فکر میکنین که به درد کسی میخوره، اگر که دوست داشتین حتما شیرش کنین، سابسکرایب کنین که من بتونم با آدمای بیشتری کمک کنم و خب موتیویت بشم که ویدیو بسازم. همین دیگه، خدافظ.